خب، بسم الله الرحمن الرحیم. و اینجا داروخانه است. در مورد داروها از یکی از پرسنل محترم داروخانه آموزش میبینیم و راهنمایی میخوایم. خواهشمندیم که در مورد داروها برای ما توضیح بدن. متشکریم جناب آقای بابایی. آقای بابایی، این چیه دست شما؟ چه کاربردی داره؟ برای نفع شکم. و توی این دسته دارویی برای نفع شکم به غیر از دایمیتگون داروی دیگه ای داریم؟ قطعه دایمیتگون برای بچه ها استفاده میشه و ایشان هم جناب آقای نادری هستند، همکار محترم دیگه داروخانه. باز برمیگردیم خدمت جناب آقای بابایی و در مورد داروی آپون متفورمین چه کاربردی داره؟ برای قند و دیابت. احسن. ایشان از پرسنل با تجربه داروخانه هستند. بسیار متشکریم و ممنون از راهنماییتان و مجددا ما خدمت میرسیم. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. خدا